تصمیم دارم چند جمله راجع به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری عرایضی خدمتتون داشته باشم. نه بابا، چون تو عالم خریت قبولت داریم به نظرم واردش نشو. اوضاع بیریختن از تریپ عظماست. 3 میشه جون تو. آخه الان همه دنبال قاپیدن این کرسی کذا هستن. باید بدانند آنان که مسئولیت ریاست جمهوری رو میخوان به عهده بگیرن، بدانند این ریاست امانت است، یک لقمه شیرین نیست. انه لیس لک بطعمه. نه خیر، اتفاقا طعمه هم هست، ولی وقتی به قلابش بیفتی دیگه رفتی. واسه همین ندیدی عظما چقدر زور میزنه دمپرش نیاد؟ راستی ته دل عظما چه انتظاری داره؟ ایشون انتظار دارن که مردم در انتخابات حماسه بیافرینن، مشت محکمی برای مرتبه دیگر به دهان دشمنان خارجی و داخلی خواهید زد. فعلا که مشتا رو انتر نظام داره میزنه تو فک عظما. روش سیاه، باید فساد به اوج خود برسد تا سرنگون گردد. هوش بابا، بکش دستی رو. دم آخری مثل این که تحمل تو هم نازک شده. خب انتر شنیدی تو چی میگی؟ بعضی البته نمیشناسن، من نمیخوام، نمیدونن اصلا سیستمه، یه چیز مبهم عجیبی هست در ذهنشون، پر از دروغ، پر از تهمت، پر از افتراء. ایشون 2 دوره رئیس جمهور بوده. بعد 2 دورم قانون گفته دوره سوم دیگه نمیشه. اصلا ایشون فکری برای دوره سوم نکرد. این ملعون خبیث تصمیم گرفته